دوستان سلام، در خدمت شما هستم با آموزش ربات آواکوین که از طریق این ربات میتونید خیلی راحت طلای 24 ایار ازش به دست بیارین. نحوه استفاده از این ربات هم خیلی راحته. من توضیحات لازم رو میدم و شما هم میتونید از این ربات استفاده کنید. موقعی که ربات رو استارت کنید لینکش رو براتون میذارم و روی لینک بزنید ربات براتون استارت میشه. استارت که شد اینجا این آیکون استارت گیم رو میزنید. برای اولین بار یک کپچا باید حل کنید. کپچا رو که حل کنید وارد منوی بازی میشین. تنها کاری که شما باید اینجا انجام بدید اینه که روی این آیکون کلیک کنید و پوینت به دست بیارید. موقعی که این پوینت های شما رسید به 400,000 شما میتونید معادل 1 گرم طلای 24 ایار ازش بگیرید و نحوه دریافت اونم توضیح میدم. مسائل مهمی که هست رو بهتون میگم که زیادی وقت ویدیو گرفته نشه. بخش مهمی که اینجاست این بخش مارکت هست. یه وریفای اینجا هست، این وریفای رو باید حتما انجام بدید چون بعدا برسید به اون مقدار مورد نیاز باید وریفای کنید و اون طلا رو به دست بیارید. وریفایش هم چیز سختی نیست، فقط یه دونه عضویت توی کاناله. این کانال رو عضو شدید چک سابسکرایب رو میزنید، تیک میخوره و یه دونه بخش ایمیل هست. موقعی که دوستان این تسک اولی رو انجام دادین ربات رو یه بار کلا ببندین دوباره بیارینش، چون این بخش ایمیل براتون کار نمیکنه و بخواین ایمیل رو وارد کنید وارد نمیشه. حالا مسئله‌ای که هست این ایمیل پسوند gmail.com ازمون قبول نمیکنه. یه سری پسوندها هست که من الان نشونتون میدم. نگاه کنید، با پسوند gmail.com ارور میده و میگه شما باید از این پسوندها استفاده کنید. شما احتمالاً بعضیاتون یاهو داشته باشین. اگه یاهو داشتین یاهو بزنید، مشکل نداره. اگرم هیچ کدوم از اینا رو ندارید پیشنهاد من پسوند اوتلاک هست که من از این طریق ایمیل ساختم و اکانت اصلیمو وریفای کردم. حالا نحوه ایمیل ساختنم به این شکلی که لینکشو براتون میذارم. حالا ببینید من این اکانت رو از قبل ساختم. میرم بخش رجیستر که یه دونه اکانت دیگه بسازم و مراحلش رو براتون بگم که به چه نحوی است. من مستقیم لینکی که میذارم شما رو هدایت به بخش رجیستر میکنه و شما دیگه کارهایی که من کردم رو نیاز نیست انجام بدین. مستقیم شما رو میاره به این بخش و طبق این توضیحاتی که میدم پیش برین. اینجا یه دونه آدرس براش میذارین، حالا فرق نمیکنه هر چی باشه. آدرس رو که زدین روی نکست بزنید تا بره مرحله بعدی. یه پسورد براش انتخاب کنید. پسوردم من یه چیز الکی میزنم. اینجا اسم کوچیک، اینجا هم نام خانوادگی. خب اینو بذارید روی ایران، مشکل نداره. اینجا هم سال تولدتون رو بزنید. به فرض مثال من الکی میزنم. خب این خیلی دیگه پیر شدیم، قبولمون نکرد. این نکست رو که بزنیم یک کپچا برامون میاره. بعد حل کردن این کپچا ایمیلتون ساخته میشه. کپچا رو هم به این نحوی که هست که الان توضیح میدم. شما اینجا که برسین یه عکس براتون میاره و یه عدد و این ورم یه صفحه ای هست که شما باید این شکلی که پایین زده رو ببرید روی عدد 7. کنید این شکل رو باید برسونید روی عدد 7. با اینا بالا پایین میشه. الان نگاه کنید رفت روی 8. یه دونه میای جلو میاد روی 7. اون شکل اومد رو اون عددی که نوشته تایید رو میزنید. اینجا مثلا این پاپیون رو گفته بیا روی عدد 8، الان روی 7. ما میریم جلو میبریمش روی 8. خب اینم تایید میکنیم. 5 تا رو باید اینجوری بزنیم.
اینم الان خودش روی 6، اینم میبریم روی 8 که بازم خودش روی 8، و این آدمک هم میبریم روی 9. این وریفای رو که انجام دادید ایمیلتون ساخته میشه و میتونید با این ایمیل از طریق ربات وریفای کنید. شما این وریفای رو حتما باید انجام بدید، چون اگه وریفای نکنید بعداً موقع برداشت به مشکل برمیخورین. مسئله ای که هست دوستان، من با اکانت اصلیم وریفای کردم، تا 1-2 ساعت اول برام کد نفرستاد. حالا نمیدونم مشکل از ربات بود یا مشکل از این بود که من ایمیل رو تازه ساخته بودم. اگه سری اول امتحان کردید کد نفرستاد، بعد چند ثانیه، بعد 1 دقیقه یا بعد 1 ساعت تست کنید توی ساعت‌های مختلف، براتون اوکی میشه. من خودم بعد چند بار تست کردن برام کد رو فرستاد و وریفای هم رو انجام دادم. اینجا آدرس ایمیل رو میزنه، این آدرس رو میاید اینجا وارد میکنید. وقتی که وارد کردید سند کد رو میزنید، کدی که براتون ارسال میشه اینجا کد براتون ارسال شد، این بخش اینتر کد رو میزنید و روی چک میزنید و وریفایتون انجام میشه. موقعی که شما پوینتاتون رسید به 400,000 و وریفای هم انجام داده بودین، میایین از این بخش این آیکون دلار رو نگاه کنید، اینو میزنید و اینجا این گزینه آخر رو انتخاب میکنید، مبلغ رو میزنید مثلا 1 گرم طلا، گفته هر 400,000 مساویه با 1 گرم طلای 24 عیار، و اینجا این پوینتاتون رو از طریق این دکمه تبدیل میکنید به طلا. وقتی تبدیل کردین به طلا، میاین بخش مارکت، اینجا یه دونه 1 گرم طلا رو زده $76. این طبق قیمت جهانی بالا پایین میشه. موقعی که تبدیلش کردید به 1 گرم طلا، اینجا سلو میزنید و یه دونه اوردر ثبت میکنید و میان این 1 گرم طلای شما رو میخرن و USDT میاد اینجا برای شما اضافه میشه. این بالانستون نگاه کنید، طلا به فروش میره و اینجا USDT میاد توی بالانستون و روی این میزنید. بخواید برداشت کنید، ویدرا رو میزنید، اینجا آدرس کیف پول اسمارت چین رو میدین. برای اطمینانی شما اول از کیف پول تراس والت آدرس بدین و بعد از تراس والت بفرستید به صرافی ایرانی. آدرس رو اینجا میزنید، اینجا هم مقداری که میخواید مکس رو میزنید و برداشتش میکنید. مورد خاصی دیگه نداره، مسائل مهمش همینا بودن. امیدوارم که هر چه زودتر برسید به این 400,000 تا پوینت. اگر هم دوست داشتین اینجا میتونید از طریق دعوت دوستان پوینت بگیرید و فکر کنم اونقدری که راضی کننده باشه پوینت نده. حالا دقیق چک نکردم ولی اگه خوب باشه بهتون اعلام میکنم.